کنم ها، چون اگه یه بار برم پاسگاه خب شکایت کنم، چون سری قبلی هم برای دزدی ازش شکایت کردم در جا میبرنش. بس همین برای دزدی خب 6 ماه فقط زندان داره، حتی اگر رضایت هم بدی. یه مرتبه من که گذشتم از همه چی خب الکی نرم یه مرتبه فردا اشتباه بکنم بابا دیگه هیچ، من که از همه بدیاش گذشتم بابا. خب باشه بذار، میدی چی کار میکنم؟ بذار برم و بیام، یارو الان میاد یخچالا رو تمیز میکنه خب همین که قراره ردشون کنه خب. نه مرده پسر اومد دیشب یه شیشه ویسکی هم با خودش آورد، بهش گفتم من نمیخوام، دعوتم کردن امروز نهار خونه، نه گفتم نمیکنم.